در داستان روزگار غدار هر صفحه پر از تعلیق و هر جمله سرشار از شگفتی است. روزی ملا نصرالدین دو زانو سر قبری نشسته بود و با سوز و گداز گریه می‌کرد و هی می‌گفت چرا مردی و من را به خاک سیاه نشاندی؟ چرا به من بیچاره رحم نکردی و من را تنها گذاشتی و رفتی؟ آشنایی از آنجا می‌گذشت، دلش به حال او سوخت و با دلسوزی گفت اینقدر بی‌طاقت نباش، رسم روزگار است و کسی رحم و شفقت نمی‌کند. ملا نصرالدین گریه کنان گفت آخر ستمکاری هم اندازه دارد. عابر پرسید خدا رحمتش کند، با شما چه نسبتی داشت؟ ملا نصرالدین با غصه گفت شوهر اول زنم بود. داستان شنا کردن. روزی ملا نصرالدین کنار استخر آبی ایستاده بود و آه می‌کشید. یکی از دوستانش گفت ملا چرا اینقدر ناراحتی؟ ملا گفت مگر تو نمی‌دانی چند سال پیش زن اولم افتاد توی همین استخر و غرق شد. رفیق ملا نصرالدین گفت گذشته ها گذشته، دیگر فکرش را نکن. در عوض زن قشنگتر و بهتری نصیبت شده. ملا نصرالدین گفت من هم برای همین ناراحتم و آه میکشم، چون این یکی برعکس اولی اصلاً علاقه‌ای به شنا ندارد. داستان مادر ملا نصرالدین والده پیری داشت. روزی در جمع بستگانش نشسته بود و شروع کرد به تعریف کردن از مادرش. یکی گفت تو که مادر به این خوبی داری چرا برایش شوهر پیدا نمی کنی؟ ملا گفت سرت به کار خودت باشد، با من از این شوخی ها نکن. مادر ملا رو به پسرش گفت مادر جون چرا ناراحتی؟ حرف حساب که جواب نداره. داستان زن زشت. شبی ملا نصرالدین از زنش قهر کرد و رفت گوشه‌ای خودش را به خواب زد. زن ملا رفت سراغ آینه و چهره زشت خودش را توی آن نگاه کرد و گریه کنان گفت اگر من زن زیبایی بودم اینقدر شوهرم با من نامهربانی نمی کرد. ملا که خوابش نبرده بود از توی رخت خواب بلند شد و نشست و شروع کرد های های گریه کردن. زن ملا نصرالدین هول شد و سریع رفت پیش ملا و گفت قربانت بروم چه شده؟ چرا یک دفعه زدی زیر گریه؟ ملا گفت دارم به حال زار خودم اشک میریزم. تو یک بار صورت خودت را در آینه دیده ای؟ و گریت گرفت. حالا ببین من که سالها تو را میبینم و معلوم نیست تا کی این امر ادامه داشته باشد، چطور میتوانم برای بخت خودم گریه نکنم؟ داستان خر بیچاره. روزی ملا با زنش نشسته بود و نهار میخورد که یک دفعه مردی از توی کوچه او را صدا کرد و گفت آهای ملا، خر من کوره زایده که گوش و دم ندارد. ملا دست از غذا خوردن برداشت و رفت توی فکر. زنش گفت غذایت را بخور، چرا اینقدر فکر میکنی؟ ملا جواب داد به فکر آن کره خر بیچاره‌ام که اگر روزی بار روی آن باشد و زمین بخورد چطور می شود آن را از روی زمین بلند کرد، چون نه گوش دارد و نه دم. داستان غصه نخور. روزی مردی برای ملا نصرالدین درد و دل می کرد که من چند من گندم داشتم، اما تا آمدم خبردار شوم موشها همه آنها را تمام کرده بودند. ملا گفت غصه نخور، من هم اگر چند من گندم داشتم تا موشها بیایند خبردار شوم
خودم تمامشان کرده بودم. داستان عجب احمقی. شبی زن ملا در خواب شروع کرد به حرف زدن. ملا نصرالدین او را بیدار کرد و گفت چه شده؟ زن گفت هیچی ملا، خواب بدی دیدم. ملا نصرالدین گفت چه خوابی دیدی؟ زن گفت خواب دیدم از جای بلندی پرت شدم پایین و در جا مردم. بعد در و همسایه ها دور و برم جمع شدن و جنازه ام را با گریه و زاری برداشتن و بردن قبرستان و داشتن خاکم می کردن که تو بیدارم کردی. مولا نصرالدین گفت عجب احمقی بودم، من که تو را در چنین موقعیت مناسبی بیدار کردم. داستان حضرت آقا. شبی دزدی رفت سراغ خانه ملا و کورمال شروع کرد بگشتن. ملا نصرالدین در همین حین از خواب بیدار شد و دزد را دید و گفت آقا جان شرمنده‌ام والا، به خدا چیزی که تو در تاریکی شب به دنبالش میگردی ما در روز روشن گشتیم و پیدایش نکردیم. داستان سرکه 7 ساله. روزی شخصی پیش ملا آمد و گفت ملا شنیدم که سرکه 7 ساله داری، راست است؟ ملا نصرالدین گفت بله که دارم. مرد گفت خواهش میکنم یک پیاله از آن به من بده. ملا گفت عجب، اگر میخواستم یک پیاله از آن را به هر کسی بدهم که 1 ماه هم نمیماند. داستان اندازه دنیا. روزی جمعی در کوچه جلو ملا را گرفتند و پرسیدند دنیا چند متر دارد؟ قبل از اینکه ملا جواب دهد جنازه ای را از آنجا رد می کردند. ملا تابوت را نشان داد و گفت این مسئله را از این مرده بپرسید که دنیا را متر کرده و دارد می رود. داستان پس من کی هستم؟ روزی ملا نصرالدین به ده دوری سفر کرده بود. برای اینکه گم نشود کدو تنبلی را سوراخ کرده بود و به گردنش انداخته بود. یک شب که ملا خوابیده بود یکی از دوستانش کدو تنبل را برداشت و به گردن خودش انداخت. صبح وقتی ملا از خواب بیدار شد و چشمش به مرد افتاد با خودش گفت که کدو در گردنش است ملا نصرالدین است، پس من که هستم؟ داستان هر که مال خودش. روزی ملا نصرالدین با یکی از دوستان به دهی میرفت و هر کدامشان تکه نانی همراهشان بود. دوست ملا گفت یا نانهایمان را با هم تقسیم کنیم. ملا گفت مگر ما جز 2 نان چیز دیگری هم داریم؟ اگر قصد بدی نداری پس تو نان خودت را بخور، من هم نان خودم را. ماجراهای بیشتری در راه، پس لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید تا در کنار هم ادامه این داستان جذاب رو دنبال کنید.